نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. نقد حال خویش را چون پی بریم، هم ز دنیا و هم ز عقبی برخوریم. نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای. بشنوید ای دوستان این داستان، بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بهر شکار. بهر صیدی می شد او بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او صید گشت. نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای. یک کنیزک دید شه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جانم اوست، دردمندم خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مرد جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. نینای نای نای نینای نای نای نینای نای نای